سلام دوستان گل یوتیوب، چطورین؟ ما امروز آمدیم با آموزش ماکرو زدن با کیبورد K552 ردراگون که چطوری میشه ماکرو زد که مثلا ما قسمت نامپد کیبورد رو نداریم. مثلا به جای اعداد بالای کیبورد، مثلا به جای عدد 7 بالای کیبورد ما مثلا 7 نامپد رو بزنیم که نداریم. درسته؟ مثلا توی یه سری از گیما خب به کارمون میاد قانونا. مثلا یه دفعه میبینی یک کدوم از این اعداد بالا زیاد استفاده ای نداریم ازش، ولی خب اون نامپده بیشتر استفادهمون هست. و خب شما میتونید که مثلا به جای یه سری از این اعدادهای بالای کیبورد اعداد نانپد رو بذارید. و اینکه بریم سراغ آموزشش. ما این سمت چپ برنامه، اول که باید بگم که شما باید برنامه کیبورد رو دانلود کنید از سایت اصلی ردراگون. سایتش هم این پایین نوشته redragonzone.com و شما میتونید برنامه رو از اونجا با توجه به مدل کیبوردتون دانلود کنید. خب مثلا من کیبوردم کا 552 نمیتونم برنامه کا مثلا 714 رو نصب کنم. بعد همون نسخه ای که هستش رو بگردید و پیدا کنید. حالا من لینکشم سعی میکنم بذارم داخل توضیحات ویدیو، داخل کپشن، و شما با یک کلیک کردن ساده دانلودش کنید. خب بعدی که دانلود کردید، نصب کردید، شما میرید این قسمت سمت چپ صفحه که نوشته ماکرو، روش کلیک میکنید و این بالا یه به علاوه هستش. روی این به علاوه کلیک میکنید، مثلا اسمشو میخواید هر چی بذارید. مثلا خب من میخوام بزنم که مثلا چی، مثلا بزنم مثلا نامپد 6. بعد مثلا اسمشو میذارید. حالا رکورد رو میزنید. مثلا خب من الان کیبوردم نامپد نداره دیگه. خب من مثلا هر چیزی، مثلا اصلا میزنیم A رو میزنیم، A روی کیبورد، و بعد استوپش میکنیم. بعد از اینجا ما میتونیم انتخاب کنیم. روی همین A کلیک میکنیم، یه فلشی میاد، این فلشه رو میزنیم. ما میتونیم انتخاب کنیم مثلا چه چیزی باشه مثلا برای ماکرومون. خب و مثلا خب ما گفتیم چی؟ نامپد 6. و ما اینجا نامپد 6 رو گیر میاریم، روش کلیک میکنیم، میذاریم نامپد 6. و برای آپ هم همینطور. این میشه پوش، اینی که فلش به پایینه، این میشه آپ. یعنی این میشه گذاشتن، فشار دادن و برداشتن. خب مثلا اگه من اینو حذفش کنم، اینطوری فقط ما فشار داریم میدیم کیبورد کلیدو. و خب نمیشه دیگه یه همچین چیزی. ما مثلا نمیخوایم که همیشه فشارش بده. پس باید یه بار دیگه من چیز کنم، اینو بزنم و فشار دادنش رو یه بار حذفش کنم و برداشتن رو بذارم روی شیشه نامپد. خب ما الان این اوکی کردیم. مثلا این ماکرو فقط اینه که مثلا بگیم که آره ما مثلا نامپد 6 رو نیاز داریم الان. خب ما اوکی رو بزنیم، این سیف میشه. سیف که میشه، اینجا یه اپلای میزنیم که بیاد بشینه روی سیستم، سیو کامل بشه. این دکمه لایت کیبورد رو ما ور میداریم و الان ما میتونیم روی عدد 6 کلیک کنیم یه بار. بعد ما به جای این 6 میریم توی ماکرو ستینگ و اینجا خب 6 نامو انتخاب میکنیم و اوکی رو بزنیم. الان این کلید کار 6 نامپد رو انجام میده. این پایینم نوشته کلید 6 ست شده، ماکروی 6 نام. خب مثلا روی بغلی هیچی ست نشده. خب
و ننوشته. خب من مثلا 7 دارم، خب میتونم الان 7 اینجا بذارم. بخوایم من برش داریم روش کلیک میکنیم و سینگل کی رو میزنیم و این حذف میشه. حذف که نمیشه، برداشته میشه و این الان کار شیشه نامپد رو نمیکنه. الان ساده است. الان میایم اینجا انتخاب میکنیم 6. اوکی. ما میتونیم به جای هر دکمه ای بذاریم دیگه. مثلا اصلا میتونیم W رو از اینجا برداریم، مثلا ماکرو بذاریم که مثلا W بیاد جا P حتی. اصلا کلا همه دکمه رو میتونیم جابجا کنیم. بعد معاینه دیگه اضافه کنیم. رکورد رو میزنیم مثلا اسپیس. خب استوب. مثلا اینجا هم سرعتشه، اینو هرچی کمتر کنیم اون سرعت واکنشش کمتره. یعنی ما مثلا الان 50 میلی ثانیه طول کشیده که انگشت از روی اسپیس برداریم. مثلا اینو هرچی کمتر کنیم سرعتش بیشتر میشه. و ما مثلا میتونیم یه ماکرو بزنیم چند بار پشت سر هم جامپ بزنه. مثلا یه بار جامپ زدیم ولی مثلا 3 بار جامپ بزنه. خب ما مثلا هی این دکمه رو بزنیم این کار رو انجام میده. یه بار پوش شده، یه بار آب پوش آب پوش آب. خب ما الان اینو ست کنیم، یه بار که اسپیس بزنیم، مثلا الان من اینو بذارم اسپیس. خب ما اینو الان اوکی کنیم، الان رو اسپیس بزنیم، ماکرو ستینگ بیاریم، اینو بیاریم اسپیس اوکی کنیم. من الان یه بار اسپیس بزنم هر چند باری که اونجا گذاشتم اسپیس میزنه. و اینکه خب من نمیخوام قاعدتا این کار رو کنم، برش میدارم. شما هر کاری بخواید میتونید انجام بدید. فقط تنها نکتهش اینه که من الان مثلا میخوام یه چند تا کار همزمان انجام بده. خب مثلا میخوام بنویسم سلام با یه دکمه. خب من اینو میزنم مینویسم سلام، نمیدونم البته آره سلام. خب الان من اینو اوکی کنم روی هر کدوم از دکمه بخوام میتونم بذارم که مثلا یه کاری که واجبه، مثلا یه متن واجبی هی تکرار میشه داخل، مثلا حتی PDF میخواید درست کنید، مثلا وردی میخواید درست کنید، یه متنی که همیشه لازمتون میشه رو میتونید خب ماکروشو بزنید. یا مثلا تو گیما چیکار کنید، بذارین حذفش کنم. نه واسه کلیر یس. خب ما مثلا توی گیم میخوایم چیکار کنیم، تو گیم واسمون بنویسه سلام. اوکی. خب تو اکثر گیم ها تیرو بزنیم خب چتمون باز میشه، بعدش مینویسیم سلام. خب یا هر چیز دیگه ای، اصلا شما هر چی دوست دارید هر کاری بخواید میتونید انجام بدید. بعد حتی میتونید مثلا یه اسپیس بزنید فاصله بذاره، مثلا بنویسید خوبی یا همچین چیزی. و اینکه بعد استوپش رو میزنید، مثلا ستش میکنید روی بذار ستش کنم مثلا. خب الان روی کلید جی الان این ماکرو اعمال میشه. من الان اینجا جی رو بزنم نشید بایستید اپلای رو نزدم. من الان اپلای رو زدم، جی رو بزنم حالا تی رو میذاره دیگه. خب من الان تو گیم نیستم قاعدتا. خب الان این تمام چیزاش کار میکنه. بعد مثلا سرعتش هم بخواد بره بالاتر، ما اینو مثلا میذاریم یک 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 یک. چقدر کاراکتر داره این. حالا شما سر فرصت مثلا میخواید سریع باشه این کار رو انجام میدید. نه اینم نه کلیر نه
نزدیک بود کلش پاک شه کد زحماتم. خب من مثلا اینو دیلیت میکنم، تیر رو دیگه نذاره دیگه، مثلا خودتون میدونید دیگه باید تیر رو بذارید داخل گیم، ما نمیذاریم. الان میخوایم اینجا تست کنیم. بعد آره اوکی میکنیم، اپلای رو میزنیم که سیو شه. الان من جی رو بزنم سریع مینویسه سلام خوبی، میبینی سلام خوبی. آره به همین راحتی شما میتونید این ماکروها رو بزنید. من میخوام دیگه این کار رو نکنه. این بالا این دوتا فلشه رو من وقتی بزنم روش اوکی بزنم دیگه دکمه جی من این کار رو نمیکنه. و خب بعد آره همین دیگه. مثلا میتونیدم RGB ها رو شخصی سازی کنید اگه بخواید. اینم بذارم، کار سختی نیست، خیلی راحته. مثلا یه قلبی که تیر خورده. بعد آره شما میتونید این کارا رو انجام بدید با استفاده از ماکرو این کیبورد. خیلی کارهای مختلف میشه انجام بدید. شما خودتون بهتر از من میدونید مثلا داخل یه گیمی شما نیاز به یه چیزی دارید. آره شما میتونید این کارا رو انجام بدید. آموزش ماکرو هم با یه موس یه برند دیگه ای میخوام بذارم که شما اون کارم بتونید انجام بدید. مثلا موس من مثلا 12 تا کلیک داره، بعد من میتونم روی هر کدومش هر کاری بخوام انجام بدم. و خب تنها بدی اینه که من الان بخوام کلیدای موسم رو اضافه کنم نمیشه، یعنی مثلا نمیتونم این کار رو کنم، یعنی فقط من میتونم استفاده حروف های کیبورد رو انجام بدم. و حتی این توی این قسمت هم نداره که مثلا کلیک راست اینا همچین چیزی. مثلا شما میخواید ببینید اینم چی نوشته اضافهش، خب شما این بالا بغل کلید این کیو یکم بکشید این ور مثل فایل های اکسل و خب اینجا نوشته مثلا رایت وین مثلا یه همچین چیزایی رو نوشته میتونید استفاده کنید. بعد حتی یه قسمت دیگه هم بود اینجا مدیا، مثلا میتونید جای جی شما مدیا ست کنید روش، مثلا مدیا پلیر، پلی، پاوز، استاپ پلی، مثلا نکست ترک، ولوم مثلا کم، ولوم زیاد. بعد میوت میتونید کنید، مثلا دکمه هوم، رفرش، استاپ، بک، فوروارد، اینا رو میتونید انجام بدید. آره فکر نکنم دیگه چیز دیگه بمونه از این توضیحات. و دوستان تا اینجا اومدید خوشحال میشم چنلمو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید که به من کلی انرژی میده تا بیشتر براتون از این ویدیو آموزشی یا مثلا گیم پلی و اینا بذارم. ممنون میشم اگه سابسکرایب کنید. مرسی تا یه ویدیو دیگه. فعلا خدا نگهدار.